کار مهمی که میتونیم انجام بدیم برای قوی تر شدن مشاهده‌گر درون اینه که دائم به صداهای درون سرمون گوش بدیم. این صداها یا صداهایی از گذشته ما هست یا صداهایی در مورد آینده و به هیچ وجه این صداها اجازه نمیدن که ما در لحظه حال باشیم و از این لحظه لذت ببریم. شما میتونید یک تمرین رو برای خودتون انجام بدید، حتی این صداها رو بنویسید و متوجه میشید به مرور زمان که یا در مورد کارها و اتفاقاتی که در گذشته انجام دادید و افرادی که ملاقات کردید و رابطه داشتید داره صحبت میکنه مدام، یا داره برای آینده برنامه میچینه، شما رو میترسونه، مایوس میکنه و ناامید میکنه. این واقعاً یک قدم خیلی مهم هست برای اینکه این صداها رو تشخیص بدین توی سرتون و خودتون رو از این صداها جدا کنید.